خیلی از خونه ها تعریف خودشون رو از خونه ندارند. خونه اگر خونه باشه توش زیستن با زور نباشه، جای شادی باشه، جای مهمونی باشه، جای زیستن بدون تنش باشه، اسمش خونه هست. بدون اینها خونه نیست. خونه یک مکان غیر قابل تحمل میشه. جالبه فروغ تو شعر بزرگش میگه ما از صدای باد میترسیم، ما از نفوذ سایه های شک در حریم بوسه هامان رنگ میبازیم. چرا ما باید وقتی همدیگر رو میبوسیم بترسیم؟ چون بوسه هامون بوسه های واقعی نیستن. ما از نفوذ سایه های شک در حریم بوسه هامان رنگ میبازیم. ما در تمام میهمانی های قصر نور از وحشت آوار میلرزیم. وقتی اینطوری هست و خونه نیست، زندگی رو باید قطع کرد و از جای دیگه شروع کرد.